روشاهی نمکنه. مونشا مونشا مونشا. مونشا مونشا. با این برنو نمیبره. گیره نکن. گیره نکن. امروز دیدین همین مردی که پدر نداری مادر نداری خدای لایم همین بچهای غریب و بچهای مسافر پروردگار تن جانشون صحت کنه که همین کمک و دستگیری میکنن فرزند. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که شما در حیات خود تمنا کنین، آرزو کنین که الله شما را مثل دو نفر کنه. یکم شخصی که الله برای او پول و مال داده است، او را پولدار کرده است و همون پول و مال در اختیار وی داده است. با پول و مالی که داره در راه دین خدمت میکنه، برای مردم خدمت میکنه، از زمین جنت میخره. یعنی هر چیزی که از پول و مال داری در راه الله دادی، اونم را با خودت میبری، باقی موندهش نمیدونی کی میخره. ماه بیبی؟ اما اصلا خلا جان نغزن سازن خبر خلا جان اصلا مفا جان شما راه گشتن نمیتونه بده شما جانمه. السلام علیکم مردم خارون گرامی. هر یک برادر و خواهر را به کار خیر دعوت میکنم که چه قدر میتونه 100 روبل 500 روبل 1000 روبل قدرت به توانایی. مردم خارون گرامی این اولیایی که میبینین حقیقتا احتیاج به کمک ما و شما دارن. بی‌طرف نباشین، کمک خودتون دریغ ندارین. الله نگهبانتون باشه. پروردگار خیر کارگیش و درگاه خود قبول گردونه، فرزنداش تن جان صحت یا عمر دراز یا به کاراش و برکت وای کنه. دست فرزنداش دست خیرشان با رویتر وای کنه. خدا خیرشان قبول بگردونه. باشون شد خدا عمری فرزنداشون درست کنه. در این زمان تنج و امانی خدا جزشون در پشون خور نزنم میابد. خیری کارگیشون رو به درگاهش قبول کن. دوستانی که عاقل هستین میفهمین از مالی که دارین در راه خدا صدقه کنین. حق فقرا را جدا کنین، حق فقیر را جدا کن. الله در مالت برکت میده. همه چیزا را مهاجرات در شما روی کردن در حقشون یاد دعا کنه. یا نابینان معلومه باشه. هم نبینان کمپیر دارن سرشون جوان گذشتگی است در سر مدش آورده بودن برای خاطر رشتگی سلامتشون. دعا کنه در حق غریب. مردم خارون گرامی همین اویاکسایی که ما داریم از همین اویاکسا یک مقدار شاید در کارهای خیر رسخود کرده استیم و هر یک برادر و خواهری که از اویاکسای ما استفاده می‌برد، از اویاکسای ما خریداری میکند، انشالله که در کار خیر خوش میشود. و هر یک برادر و خواهری که میخواهد بلیط خریداری کند، مرحمت ما نمره اویاکس را میمونم. بی‌طرف نباشین، در کار خیر در کار خوب دستگیری کنین. الله نگهبانتون باشه. سلام علیکم و رحمت الله.